سرکار خانم مژگان عظیمی آزمون جنگ در برابر ستمگر و مستبد در ایران بزرگ و افغانستان خونین تنها یک کامیاب و پیروز دارند و اون پیروز مردمند. دیکتاتورهای مستبد و به ویژه دین زده رو به زوال هستند. به همین دلیل هست که انقلاب بزرگی که در ایران رخ داده و آگاهانه هم رخ داده نقطه آغازی است برای پایان دادن به این تراژدی دردناک در منطقه و در خاورمیانه. من از همیشه در کنار مردم ایران بایستم و بگم که ما همراه شما هستیم، ما در کنار شما هستیم و مرگ بر جمهوری اسلامی و دیکتاتوری خامنه‌ای بگویم وقتی می‌دانم که نیمی از زیر ساخت‌های افغانستان زیر بمب و موشک ساخته سپاه پاسداران به نابودی کشیده شد. جمهوری اسلامی هر جایی که نشانی از نابودی دیدیم، از دامنه‌های پامیر و هندوکش تا بلندی‌های بغداد و بصره تا کوچه پس کوچه‌های هرات و فلسطین و یمن و لبنان نشانی و آدرسش به حکومت مستبد جمهوری اسلامی رسید. به همین دلیل ما امروز قوی‌تر از همیشه در کنار مردم ایران هستیم. از هیچ تهدیدی نمی‌ترسیم چون می‌دانیم که هر آزادی قربانی دارد. پس ما را از سر بریده نترسانید. خواهران و برادران ایرانی من با من پیمان ببندید که بعد از آزادی ایران تمام فعالان مدنی به کمک افغانستان و زن و کودک مظلوم افغانستان برند. این پیامی از ملت افغانستان به مردم شجاع ایران.